روز شما بخیر باشد بینندگان ارجمند. این برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی است که با زحمت همکاران در پراگ و تاجیکستان آماده شده است. امروز سه‌شنبه 25 ایون است. خبر زیاد است. حالا شما را با موضوعات اساسی این برنامه شناس می‌کنیم. در قلمرو ناحیه مرزی ونج تاجیکستان یک ساکنی ناحیه استرافشان سوخت بازداشت شد. مقامات میگویند او می‌خواست به افغانستان عبور کند. مهاجران بازداشت شده شکایت دارند که در مرکز مهاجرت ساخروی ولایت مسکو بیرحمانه تحقیر و اذیت میشوند. با چشم خود دیدم که پسرها را با الکتروشوکر میزدند. به دخترها میگفتند زن موقتی من میشوی. راههایی که بعد پاشخوری اتحاد شوروی روی تعمیر را ندیدند. سیر در راههای خطرناک و سرخراجات ولایت ختلان. در این راهها قسم‌های احتیاطی ماشین از کار میبره. چهل بچه‌ها میگن خدوای گفتنیگه واسه قسم حرکت کننده دیگه. و حالا با یک خبر از مسکو شروع میکنیم. یک شهروند تاجیکستان که برای خاموش کردن آتش شمع‌های یک کلیسا در جنوب غرب مسکو بازداشت شده بود با قرار تفتیشات به طبابت فرستاده می شود. دفتر مطبوعات کمیته تفتیشات روسیه گفت که اسکر بوتایف 20 ساله به طبابت مجبوری نیاز دارد. تحقیق پرونده بوتایف بر اساس ماده تحقیر احساسات مذهبی جریان گرفت. بعد بازداشت بوتایف را از سنجش روانی گذرانیده به خلاصه آمدند که او خصوصیت و خطر جمعیتی عملش را درک نمی کرد. حادثه 18 ایون در عبادتگاهی به نام فیادور اوشاکوف روی داد. بوتایف تمام شمع‌های فروزان کلیسا را خاموش کرد و یک نمازگزار را تیله کرده بیرون برآمد. این ثبت به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و پرسش زیاده ایجاد کرد. از روز 19 ایون به این طرف بوتایف در بازداشت می باشد. یک ساکن 22 ساله شهر استرافشان در نزدیکی مرز افغانستان دستگیر شده است. مقامات قدرتی تاجیکستان در این باره خبر ندادند، ولی یک منبع نزدیک به تفتیشات به رادیوی آزادی گفت شهروند تاجیکستان تلاش داشت به افغانستان گذرد و با گروه‌های افراطی بپیوندد. جزئیات بیشتر را از همکارم فرزان محمدی میشنویم. رامیز کمالوف زاده دهه جوکندکی شهر استرافشان اول ماه می در شهر خاروق دستگیر شده است. به گفته یک منبع نزدیک به مقامات انتظامی، رامیز همراه چندی از ساکنان ونج نیتی رفتن به افغانستان را داشت. رامیز کمالوف حالا در بازداشتگاه شهر دوشنبه قرار دارد و نسبتش با ماده‌های تشکیل اتحاد جنایتی و تشکیل فعالیت سازمان افراطگرایی پرونده باز شده است. ما برای گرفتن نظر پیوندانش به این رخداد به دهه جوکندکی شهر استرافشان آمدیم. پدرش صحبت کمالوف نخواست در این باره با ما گپ زند، ولی برخی از ساکنان دهه جوکنده گفتند که پدر و مادر رامیز کمالوف 7 سال پیش از هم جدا شدند و طول این سالها او همراه مادرش در دهه قلچه بکوول زندگی میکرد. ما به حوالی پیوندان مادرش رفتیم ولی کسی در را باز نکرد. با این وجود موقع پیوندانش به بازداشت رامیز کمالوف معلوم نیست. در صورت پیدا شدن نظر والدانش ما آن را نشر خواهیم کرد. در همین حال چندی از نزدیکان رامیز گفتند که او را آخرین بار روز 5 می در دهه دیدند، یعنی تقریبا یک هفته پیش از بازداشت شدنش در خاروق. اتفاقا در همین شب و روز نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در بیانیه گفت در پاستگاه‌های سرحدی با افغانستان درآمد و برآمد شهروندان را زیر نظارت جدی گرفتند. مقامات سبب را به وضع منطقه و جهان و کوشش سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی برای غیرقانونی گذشتن سرحدهای دولتی و عمل‌های ضد بشری تروریستی در نقطه‌های گوناگون سیاره از جمله جمهوری تاجیکستان ربط دادند. بعد آن عملیات بازداشت بیش از 30 ساکن جماعت یزدگلام در نیمه دوم ماه می از طرف وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صورت گرفت. مقامات در این باره خبری رسمی نمیدهند، ولی یک منبع رادیو آزادی که با پرونده بازداشت شده ها شناخته شده است گفت حدود 25 بازداشت شده به عضویت در سازمان ممنوع انصارالله متهم می شوند. به گفته منابع رادیو آزادی بازداشت شده ها همچنین به تشکیل و عضویت در سازمان جنایی، دعوت تغییر ساخت کانستیتوسیونی، تشکیل سازمان افراطگرایی و خبر ندادن از جنایت گمانزد می شوند. بیشتری آنها به دوشنبه انتقال یافته هنوز تفتیش پرونده به پایان نرسیده است و حکم دادگاه درباره گناهکار بودن بازداشت شده ها نبرآمده است.
مفتشان در پرونده نوشتند که بعضی از بازداشت شده ها با رهبران انصارالله بیعت کردند. بیعت یک نوع سوگند وفادار است که حالا بیشتر در میان پیروان سازمان‌های تندروی مذهبی معمول است. یزدگلام جماعت در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان است که در مرز با افغانستان جایگیر می باشد. مقامات پیشتر گفته بودند که ده‌ها ساکن این جماعت به گروه‌های تندرو در خارج از کشور پیوستند. فرزا محمدی، رادیو آزادی، شهر استراوشن. در جمهوری داغستان که روز یکشنبه عبادتگاه‌های نصرانیان و یهودیان و اداره پلیسش با حمله مسلحانه روبرو شد، شمار کشته شده‌ها به 21 کس برابر شد. امروز روز دوم ماتم عمومی است. تحقیق حادثه از روی ماده عملی تروریستی دوام دارد. هنوز مقامات روسیه درباره حادثه‌های داغستان نظری نشر نکردند، ولی برخی مقامات بدلیل ادعا کردند که گویا این حمله را اوکراین و غرب تشکیل کردند. تحلیلگران پژوهشگاه آموزش جنگ در آمریکا گفتند این میتواند کار شاخه گروه دولت اسلامی در قفقاز شمالی باشد. کارشناسان میگویند حمله مذکور به ساحه توریسم و اقتصادیات ضربه خواهد زد. جزئیات دیگر در گزارش امیر صایف. عاقبت خرابکاری افراد مسلح در داغستان روسیه. این نوارها را مقامات روس روز 24 ایون نشر کردند. جمهوری داغستان در منطقه قفقاز شمالی روسیه واقع است. در حمله های مسلحانه که اخیراً در نقطه های مختلف این منطقه انجام شد، کمش 20 نفر از جمله 15 مأمور پلیس کشته شدند. بنا به اطلاع مقامات رسمی در این حادثه 6 حمله‌ور هم جان باختند. مردم به تهلکه افتادند. حادثه که دیروز رخ داد در 10-15 سال اخیر چنین چیزی نبود. در کشور سیاحان روز زیاد بودند و 5-6 سال اخیر اینجا چون یک مکان سیاحی معرفی شده بود. این بنای ولنگار شده کنیسه یهودیان است و این کلیسای مسیحیان. هر دو مورد هدف قرار گرفته است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نامه تسلیت ارسال کرده است. به همه یاری ضروری رسانده می شود و حالا به همه ضرر دیدگان خدمات طبی پیشنهاد شده ایستاده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله ها را به دوش نگرفته است. حمله مرگبار در داغستان در حالی است که 4 ماه پیش روسیه شاهد خونین‌ترین حمله مسلحانه شده بود. در حمله به مرکز کروکوس 145 کس کشته شد. دیرتر در پیوند به این حادثه 4 نفر را در داغستان بازداشت کردند. معمولاً کارشناسانی که درباره تروریسم در منطقه می نویسند برینند که اکثریت در پی افسردگی اقتصادی و بیکاری افرادگرا می شوند، اما این حملگران را می توان گفت که از عائله های امتیازدار هستند. بنا به خبرها 2 حملگر فرزندان یک منصبدار محلی و یک نفر دیگر برادرزاده او بوده است. در داغستان 3 روز ماتم ملی اعلان شده است. در بازداشتگاه موقتی ساخروی کناری مسکو مهاجران را اذیت و آزار می‌دهند و به زن‌های آبستن هم رحم ندارند. شهروند قرغیزستان بختیگل مولدوبویوا که درباره شرایط بد این مؤسسه دولتی نوارهای ویدیویی نشر می‌کرد، در صحبتش با بخش قرغیزی رادیوی آزادی وضع در ساخروه را تنقید کرد. شکایت از برخوردی غیر قانونی و شرایط بد در ساخروه در گذشته از مهاجران تاجیک هم زیاد صدا داده است. همکارم کیمرسیاتو گزارش می‌دهد. در ساخروه یک دهشت رو پشت سر کردیم. در روی کت‌های آهنی می‌خوابیدیم. با چشم خود دیدم که پسرها رو با الکتروشوکر می‌زدند. به دخترها می‌گفتند زنی موقتی من می‌شوی. بین آنها زن‌های 6 ماهه آبستن هم بودند. بختیگل مولدوبایوا را برای ثبت اقامت کهنه شده و نبودن قرارداد کاری حبس کردند. 3 روز در ساخروه بود.
به گفتش روز آخر آنها را بسیار تحقیر کردند. تحقیر از لحظه به صخره و افتادن سر شد. پسرها را میزدند، تلفن‌هایشان را گرفته داد میزدند. با زنها هم بسیار دغلانه رفتار میکردند. زنها را به اتاق جداگانه بردند. ما را ساعت 1 شب آوردند. بسیار سرد بود و کاندیسیونر هم کار میکرد. به ما حتی کورپه ندادند. در کت‌های آهنی میخوابیدیم. فقط روز دیگرش به اتاق دیگر گذرانیدند. کورپه ها را امضا کرده گرفتیم. با اطلاع رسمی در روز 1 ایون در ساخاروا 173 شهروند قرقیزستان نگهداری میشد. به گفته مولدوبایو اول ماه ایون 40 نفر آنها به وطنشان برگشتند. او از سفارت قرقیزستان در روسیه و اداره مهاجرت درخواست دارد که شهروندانشان را حمایت کنند. بینندگان ارجمند، احتمال در پایان این گزارش در ذهن شما سوال خلق شد که در این بازداشتگاه چند شهروند تاجیکستان نگهداری می شود و حال آنها چگونه است. 2 سال پیش سفارت تاجیکستان در مسکو تقریبا هر هفته از بازداشتگاه ساخاروا زیارت نموده، سپس درباره کمک مالی و حقوقی سفارت و شهروندان خیرخواه به مهاجران بازداشت شده تاجیک اینچنین به رادیوی آزادی هم معلومات میداد. عکس‌هایی که می‌بینید از همان دوره است. اما چند پیش با تغییر هیئت دیپلماتی سفارت این تجربه خاتمه یافته است. و حالا درباره راه‌ها صحبت می‌کنیم. بسیار راننده ها در ولایت ختلان میگویند سال 700-800 سومانی مبلغ را برای انداز از استفاده راه می سپارند. مقامات ولایت گزارش می دهند که برای تعمیر راه ها از بودجه پول جدا می شود، ولی در اصل به قول راننده و پیاده‌گردها تقریبا 80% راه ها در ولایت ختلان تعمیر طلب می باشند. قطعه راه‌هایی هست که بعد پاشخوری اتحاد شوروی اصلا روی تعمیر را ندیدند. گزارش مومن احمدی در این باره. در جنوب تاجیکستان 10 کیلومتر راهی بین روستاها و شهرک‌های محلی در شرایط وخیم قرار دارند، ولی مردم به دلیل موجود نبودن گزینه‌های دیگر مجبورند از این راه‌ها استفاده کنند. مقامات ختلان همواره میگویند که راه‌های محلی به نوبت تعمیر و بازسازی خواهند شد، ولی این وعده‌ها سال‌های زیاد است که اجرا نمی‌شوند. این یک راه محلی در ناحیه کوشانیان است. 3 سال پیش بر اثر سیلاب خراب شد. حرکت ماشین ها در این راه اکنون دشوار و خطرناک است. این همان جاده است که ما را به سمت برخی از تأسیسات مهم و راهبردی تاجیکستان میبرد، از جمله نیروگاه سنگتوده 1 و سنگتوده 2 و پایگاه طرح بین المللی کسا هزار که در حال اجرا شدن است. از این راه هم روزه صدها وسیله نقلیه حرکت میکنند، راهی که به تعمیر نیاز دارد. ظهوربک شریپوف راننده ای از ناحیه کوشانیان هر روز با عصبانیت در این مسیر حرکت میکند. اول از در این راه قسم‌های احتیاطی ماشین از کار میبره، خیلی بچه‌ها میگن خدوای گفتنی واسه قسم حرکت کننده دیگه‌اش همین زود اگر در اندازی که ما میسپاریم باید که همون قسم حرکت کننده 1 سال 2 سال کار کنه، در مدت 1 ماه 2 ماه الکی از کار میبره. این ضرر به استعمال کننده. با گفته ساکنان محلی این راه در حدود 30 سال اخیر اصلا تعمیر نشده است، هرچند راننده ها انداز برای استفاده از راه را به موقع پرداخت میکنند، ولی تغییر در وضعیت این راه ها مشاهده نمی شود. در بینای اداره راههای اتومبیلگرد منطقه باختر ضمن تهیه این گزارش کسی حاضر نشد که درباره راههای ویران و تعمیر نشدن آنها صحبت کند. 3 سال پیش رسانه ها نوشته بودند که فقط در منطقه باختر 3000 کیلومتر راههای نیازمند تعمیر وجود دارند، اما اطلاع کلی درباره تمام ولایت ختلان در دست نیست. تنها در ناحیه قبادیان که بیش از 170 کیلومتر راه ماشینگرد دارد، 80% راههای محلی و 55% شاهراها نیاز به تعمیر دارند. در همینجا برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد. تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خدا نگهبان.